آقای نقی لطفا نظرتون رو در خصوص حمومی بگید. بسیار سوال بیجا و جالبی پرسیدی خواهر من. این حموم برای من فقط یه حموم عمومی معمولی نیست. چطور؟ اینجا لایه‌ای از پوسته شهر رو تو خودش داره. خب یعنی چی؟ همینه دیگه. این کیسه‌ای که ما میکشیم فکر میکنین چیه؟ فیتیل میشه میریزه زمین؟ لطفا در خصوص اولین خاطرتون از اینجا برامون بگه. من بردی به سالهای قبل. خیلی سال قبل. اون زمانا من و هما با هم اومدیم اینجا. چطور شده؟ نه منظورم اینه که از جلو اینجا رد می شدیم که هما منو گفت که ندی برو اینجا یه صفایی به خودت بده. آقای نقی معمولی، چرا اسم سریال شما پای تخته؟ چرا پای تخت؟ چرا چون سوال بعدی لطفاً. جناب معمولی فکر نمی کنین دیگه رفتن به یه حموم عمومی تو این دور و زمانه یکم بی کلاسیه؟ اجازه بده من همینجا شما رو متوقف کنم. همینطور که میدونید من خودم یه سیاست مردم، با مجلسی‌ها نشست و برخاست دارم. به نظر من مردی که وارد سیاست بشه نباید از دل جامعه جدا باشه. و دل جامعه کجاست؟ کجاست؟ آواری کلا همونجا که شاید میفرماید همومی لومبو قطیفه و بردن. همومی آی همومی فرش قالیچم رو بردن. همومی آی همومی فرش قالیچم رو بردن.